مسابقه کشاد گوشتین ملی در عرفه جشن نوروز بین المللی در دهه پوشینگ ناحیه دنغره دایره وسیع پهلوانان کشور را از گوشه و کنار جمهوری به هم آورد. در مسابقه مذکور زیاده از 100 نفر پهلوان سر از نورسان تا جوانان و کلانسالان میانی هم رقابت نمودند. قوا آزمایی ها در وزنهای مختلف صورت گرفته، نیروسنجی های جالبی پهلوانان شناخته راه آنها را به دور نهایی وزنهای خود هموار ساخت. برای شاه جایزه 2 جفت نیرو سنجیدند. نخست شریف جان نظریف با خورشید مجیدов سبقت کرد. این نیروسنجی بسیار دور و دراز دوام نمود ولی غالب را معین نکرد. سپس عمر رسولов با رحمت الله بیگ فرهادов برای شاه جایزه نیروسنجی را آغاز کردند. این دو پهلوان هم نتوانستند غالب را معین نمایند. کمیته تدارکات تصمیم گرفت که نوروز کریمزاد را با حق نظر برای شاه جایزه گشتین مانند. برابر آغاز نبرد حق نظر نوروز را 2 شانه زمین افکند و صاحب تحفه اساسی مسابقه گردید. در خاتمه به ورزشگران بهترین تحفه های ارزشمند تقدیم کرده شدند. قید کردن به مورد است که بهر تماشای مسابقه مذکور از تمام گوشه و کنار مملکت مخلصان و هواداران این نوع زیبای ورزش اجدادی جمع آمده بودند. گشتین بسیار خوب گذشت. من در این گشتین با 4 حریف خود آزمایی کردم. در دور پنجم توانستم که بر حریف خود غالب آمده صاحب شاه جایزه شوم. تشکر زیاد به نفرانی که همین مسابقه را تشکیل کردند و به مخلصان خود برای دستگیریشان تشکر میگویم.